سلام علیکم دوستان عزیز و گرامی قدر. امروز در این چیسله، در این هفته، در این ماه، در این سال از یک دادار بهترین ما نعمت الله جان زادروز دارند. زادروزشان را مبارکباد میگوییم و برایشان تنی صحت و خانه آباد سربلندی را تمنا میکنیم و در کارهایش برباری را تمنا میکنیم. بگذار که همه وقت در کارهایش پیشرفت باشد. یعنی که راهبری شرکت مشترک انسی کمپانیا، یعنی که کانال مهرآباد.com نعمت الله جان هستند. نعمت الله جان زادروزت مبارک باشد دادر عزیز. و از نام شاعر گفتنی هستم که مبارک باد زادروزت، بخواهم بخت و فیروزت، فراموش ناپذیر بادا نعمت الله جان، همه روزت چنین روزت. برای تن صحت خانه آباد را تمنا میکنیم. همه وقت نعمت الله جان سربلند باشی، در کارهایت برباری را تمنا دارم. زنده باشی. خدا نگهبان شما هموطنان عزیز. قدم پای قدم دکست روی دستم به چشمی ما همیشه پیشت تنگی پس بوم دهولیم در راهوی میرزو چون پای پوی ما است گو در چهو میرم در مکنه دل شکستم. قدم پای قدم دکست روی دستم به چشمی ما همیشه پیشت تنگی پس بوم دهولیم در راهوی میرزو چون پای پوی ما است گو در چهو میرم در مکنه دل شکستم.